سلام دوستان گل، روزتون به خیر و شادی. رابطه هاتون با عزیزانتون پر از رنگ‌های زیبا، پر از زندگیتون پر از نعمت و فراوانی. آقا یه شب رفتم رو به بالا، رسیدم درگه باری تعالی. جلو روش وایستادم و جبریل چیزی ازم پرسید. سپس رو به خدا با بغض گفتم خداوندا مرا آن ده که آن به. خدا برگشت نگاهم کرد گفت جبی این بنده رو کی خلق کرده که جرأت کرده در درگه بگرده؟ تویی که بنده صالح نبودی، واسه چی زرزره بی خود نمودی؟ نه اهل هیئتی و نه اهل مسجد، نه پای منبری و نه بچه سید. ز وحشت روی زانو افتادم، برایش ماوقع را شرح دادم. خداوندا در این دیوان خانه، در این خرطوخر خاورمیانه، اگر خلقی پی راه نجاتند، مقصر نقطه چین. جهانت را جهنم کردند، تمام بندگانت بردند. میون قحطی و فقر و خرابی، اینا رفتن سراغ بدحجابی. میون قحطی و فقر و خرابی، اینا رفتن سراغ، با کل دنیا کل کل کردن. گشاده دست ما رو تنگ کردن. تو این دنیا که ملت گشنه بودند، اونا دلها رو به اون دنیا خوش نمودند. خدا چیکار کرد؟ خدا سین کرد و بی پاسخ رها کرد. اسی شیپور چی رو صدا کرد؟ اسی شیپور بزن اونجا که سفته، که امشب با دل از دنیا گرفته. یه خورده هایده خوند و در نهایت اسی سور زد، رفتیم قیامت. سپس پرسید که بی عذر و بهونه بگید اونجا چیکار کردید؟ بابا چتونه؟ شما هر چی دلتون خواست که داشتید، دیگه چی کار به حق و ناس داشتید؟ ما گفتیم که 1 ماه روزه بگیرین، فقط بفهمین حال اونا که ندارن و فقیرن. شما با ملت دلخوش چه کردید؟ چجوری کلشون رو گشنه کردید؟ مگه تو حرفای من چی شنیدید؟ نگفتم که من لا اکراه فی الدین، شما تو دین من اکراه کردید، به زور این ملت رو گمراه کردین. بله، جهنم بس نبود واسطون، بسازم پرو مکسش و واسطون. یکی از دوستان پرمحاسن یهو خودجوش پرید و رفت رو سن. یکم پشت بلنگو مرگ بر گفت، 4 تا سرفه کرد و بعدتر گفت یکم کوتاه بیا. خدایی واسه چی میکنی مشکی نمایی؟ مراعات ما را کن با یه من ریش. ببین اذهان ملت گشته تشویش. اونا که پشت ما زرزر نمودند، همه بدن جیزن حسودند. توی دنیا کسی در حد ما نیست. شما اخبار رو ول کن دیگه. اما طبق عادت شما باید بری پیش حراست. گلوشو صاف کرد و بعد فرمود که این صفحه از این پس هست مسدود. اونایی که به جای حق نشستن، خدا رو بردن و پیجشو بستن. انا دیسل